درود به همه کسانی که مهر ایران رو بر دل دارن. یه ضرب المثل قدیمی هست، احتمالا شما هم شنیدید، که میگه طرف نه میکشه نه درمون میکنه. حالا شده حکایت دیپلماسی روس ها در برابر جمهوری اسلامی. این دیپلماسی البته تازه نیست، اما در ماه‌های اخیر این دیپلماسی نه میکشه نه درمان میکنه روس ها پررنگ تر شد. نقطه آغازش رو اگر بخوایم مثال بزنیم باید برگردیم به زمان سقوط اسد، همین چند ماه پیش، زمانی که روس‌ها بدون هماهنگی و مشورت با جمهوری اسلامی که ادعا میکنه شریک راهبردی و استراتژیک روس‌ها هست، با ترکیه وارد مذاکرات آشکار و پنهان شد و به نیروهای تحت حمایت ترکیه در ادلب اسلامگرایان اجازه داد که مستقر بشن و بعد هم خب راهشون رو آغاز کردن و به سمت دمشق رفتن. هرچند روس‌ها منافع خودشون رو در سوریه حفظ کردن، اما نقطه اوج اون رو در واقع این سیاست و چرخش سیاسی روس‌ها در خاورمیانه رو باید در دیدار مارکو روبیو و لاوروف در عربستان جستجو کرد. از آنجا فصل تازه‌ای آغاز شد، فصل تازه‌ای که این سیاست روس‌ها رو وجه روشن‌تری بهش میداد، به ویژه در مورد جمهوری اسلامی. روس‌ها همیشه به صورت سنتی نه دوست داشتند که جمهوری اسلامی یک حکومت قدرتمند و یک بازیگر قدرتمند در منطقه خاورمیانه باشه، نه اجازه میدادند که تا جایی که ممکن هست این حکومت سقوط بکنه. خب حالا جمهوری اسلامی در یک بزنگاه بسیار سخت رسیده، با یک زمستان بسیار ویرانگر روبروست و این رو اگر بخوایم فصل بندی بکنیم، همین ماه اسفند رو باید آغاز این زمستان سخت دیپلماسی و سیاسی جمهوری اسلامی در نظر گرفت. اگرچه به صورت طبیعی ما در پایان زمستان هستیم و منتظر فصل بهار، اما این بهار اگر برای هر کسی، هر کشوری، هر حکومتی و هر مردمی بهار باشه، یقین بدونید برای جمهوری اسلامی بهار نخواهد بود. یادتون هست زمانی که اوج جنگ اوکراین بود و قطع رابطه روس‌ها با اروپا در زمینه صادرات گاز، جمهوری اسلامی بشکن بالا بنداز میکرد که بله زمستان سخت اروپایی‌ها فرا رسیده و چه میشود و چه میشود. حالا این اتفاق برای خود جمهوری اسلامی افتاده، یعنی در واقع اون زمستان سخت ظاهرش بهار است، ولی یک زمستان سختی رو جمهوری اسلامی در پیش داره، زمستان سخت سیاسی، زمستان سخت دیپلماسی. عرض کردم ابتداش هم همین ماه اسفند هست، اشاره هم هست به نشست شورای حکام که قرار هست تا 3 تا 7 یا 8 مارس برگزار بشه. یه پرونده بسیار پروپیمونی هم آقای گروسی که حالا بخشایشو منتشر کرده ولی بخش اصلیش مونده برای 3 تا 8 مارس در شورای حکام زیر بغل گرفته که تمام پته جمهوری اسلامی رو تو این شورای حکام به قول معروف رو آب بریزه. از نقض تعهداتش در مورد برجام گرفته تا در مورد NPT گرفته تا اون الحاقیه و نمیدونم بندهای پادمانی گرفته تا نظارت بازرسان آژانس گرفته و. یعنی پرونده بسیار سنگین هست. اونقدر این پرونده سنگین هست که جای هیچ گونه مماشاتی رو برای جمهوری اسلامی باقی نمیگذاره. تازه آقایون با پرروی تمام زنگ زدن به گروسی، گفتن که خب حالا یه بار دیگه بلند شو بیا تهران تا ما راجع به این قبل از نشست شورای حکام صحبت بکنیم. گروسی هم گفته که شما اگر صحبت بکن بودید 10 بار 5 بار من طول این مدت اومدم و رفتم جواب درست حسابی به من ندادید. ساده ترینش یعنی اجازه و صدور مجوز برای بازرسان آژانس رو صادر نکردید. بدتر از اون در طول 3 ماه، یعنی از آخرین نشست شورای حکام از ماه نوامبر تا به الان، حدود 90 کیلوگرم شما هول و بدو فقط اورانیوم 60% غنی کردید. مجموع اورانیوم غنی شده شما به 275 کیلو رسیده که در دنیا بی سابقه است یک همچین چیزی. بدتر از اون با سرعت بسیار تمام در نطنز فعالیت آبشاراتون رو افزایش دادید، سانتریفیوژاتون رو افزایش دادید.
حالا عرض میکنم دلیل این بدوی آقایون که خود این اسلامی هم رئیس سازمان انرژی هسته جمهوری اسلامی هم گفت که ما بیوقفه داریم در بوشهر و جاهای دیگه داریم کار میکنیم. عرض میکنم دلیلش چی هست که اینها چرا دارن این کار میکنن. بنابراین گروسی به اینا گفته که آقا دیگه کار از رفت آمد گذشته، گزارش مفصل، پرونده سنگین شما هم در ماه مارس، در نشست ماه مارس که بسیار نشست مهمی است، این نشست و نشست ماه ژوئن. البته یه نشست دیگه هم اونها دارن در فاصله ماه سپتامبر که منتهی میشه به اون بند غروبی که در ماه اکتبر قطعنامه 2231 که سازمان شورای امنیت زمانش به پایان میرسه. بنابراین این نشست کنونی که در همین ماه اسفند هست و نشست آینده بسیار بسیار روزهای سختی برای جمهوری اسلامی است. زمان کوتاه، پرونده سنگین، راه رو وجود نداره، کارت بازی وجود نداره. و تازه یه چیز دیگه هم این آقای گروسی به اینا گفته و اون این که شما بعد از ارائه این گزارش مشکلتون رو با آژانس و شورای حکام نباید حل بکنید. این مشکل، این گره باز نمیشه مگر اینکه شما مستقیما با واشنگتن در این رابطه مذاکره کنید، مشکل رو از اونجا حل بکنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما منو دعوت کنید و پای اروپایی‌ها رو پیش بکشید و خاله بیاد و به قول قدیمی ها بی بره و فلان، اینا رو نداریم. مسئله با آقای ترامپ حل میشه. همون حرفی که ترامپ از روز اول زد در درست ماه ژانویه، آقای ترامپ گفت که باید بیاید بشینید پای میز مذاکره. حالا همون حرف رو گروسی داره میزنه. این وسط با معامله چربی که روس‌ها کردن در مورد اوکراین و خیلی این روس‌ها خوشحالن. حتی همین امروز آقای ترامپ در مورد پوتین گفت که فکر میکنم او به تعهداتش عمل میکنه و زیر قولش در مورد اوکراین نمیزنه. من روابطم با او خیلی خوبه، خیلی نزدیکه. از اون ورم پوتین گفته که ما داریم کارهای مهمی رو در زمینه ارتباط با امریکا پیش میبریم، چه در امور سیاسی چه در امور اقتصادی. حتی گفت که ما حاضر هستیم شرکت‌های خارجی مثل شرکت‌های امریکایی بیان در این معادن کمیابی که در اوکراین اینها الحاق کردن به خاک روسیه فعالیت بکنن به صورت مشترک. در حوزه خاورمیانه هم که خب روس‌ها کاملا دارن سهم خودشون رو میبرن. یک مسئله اینجا وجود داره و اون جمهوری اسلامی است که این جمهوری اسلامی اگر بخواد با دستفرمون علی خامنه‌ای و نمیدونم این حضرات تندرو پیش بره، اونجا به قول معروف موی دماغ آقای پوتین میشه و بازی رو خراب میکنه و اون انتظاری که داره از معامله با آقای ترامپ از بین میره. به همین دلیل هم شما شک نکنید که در طول این مدت هرگز علاقمند نخواهند بود روس‌ها که هیچ گونه مراودات نظامی با اینها داشته باشن، چون این دقیقاً خلاف اون در واقع خواسته هست که آقای ترامپ از پوتین داره. بنابراین رابطه خراب میشه. نمیخواد حرکتی رو انجام بده در بعد نظامی با جمهوری اسلامی که اون مسئله حل بشه. اگر جمهوری اسلامی رو روس‌ها به حال خودش رها بکنن با این دستفرمونی که میره، خب نهایتا میره در چاه شورای حکام و بعد از اون هم در چاه اسرائیل و بعد از اون هم شورای امنیت. یعنی پشت سر هم این مشکلات یک به یک اضافه داره میشه. در داخل هم که روس‌ها به خوبی میدونن، کاملا بهتر از حتی امریکایی‌ها میدونن که وضع اینها چقدر در حال انفجار و شکنندگی وجود داره. تازه الان ما در زمستان هستیم، توی پرانتز بگم در بهار، اواخر بهار و منتهی به تابستان با گرم شدن هوا مشکلات در حوزه‌های مختلف بیرون میزنه و تنش‌ها در جامعه ایران بسیار بسیار بیشتر میشه. ما حتی ممکن هست که تنش‌های بسیار بزرگ آبی رو در برخی از مناطق ایران داشته باشیم، از جمله در همین منطقه زاینده رود که وضعیت آب به شدت وحشتناکه و پیش از این هم سابقه داشته این تنش‌های آبی. من قبلا راجبش صحبت کردم وضعیت زاینده رود و بارش امسال به حدی وضعیتش خراب هست در منطقه زاگرس، در منطقه سرچشمه
زاینده رود و جاهای دیگه که خود اینها نگرانی‌های بسیار زیادی، درگیری‌های منطقه‌ای رو به وجود میاره، کم آبی رو به وجود میاره، بسته شدن کارگاه‌های تولیدی رو به وجود میاره. حتی خود تهران با بحران آب مواجه هست. گرما همینطور به دلیل کمبود برق و انرژی موجب قحطی‌های گسترده، ادامه این قحطی‌ها خواهد شد و در نتیجه جامعه حتی اگر انگیزه سیاسی هم نداشته باشه اونقدر وضع اقتصادی خرابه که خود موضوع اقتصادی خودش یک انقلاب در واقع درون بافت‌ها و لایه‌های مختلف جامعه ایجاد خواهد کرد. بنابراین اینها رو روس‌ها میدونن که تا چه اندازه این نوکر حلقه به گوششون در حال احتضار هست. در خارج هم اگر با همین فرمون برن، خب دقیقاً عرض کردم تو اون چاهایی که پیش روشون هست خواهند افتاد. بنابراین برگردم به اون صحبت اولیه که روس‌ها سیاستشون این هست که نه میکشن نه درمان میکنن. از یک طرف نمیخوان حکومت جمهوری اسلامی تماماً به آن چیزی که میخواد برسه و به یک قدرت حالا مثلا نظامی در منطقه تبدیل بشه و موی دماغ اسرائیل و امریکا و حتی خود روس‌ها بشن، نه اجازه میدن این بیمار در حال احتضار بیفته. چرا که نگرانن اگر جمهوری اسلامی سقوط بکنه، خب یه حکومت به احتمال زیاد ملیگرا و متمایل به غرب با تنش‌زدایی با امریکا و اسرائیل بر سر کار خواهد اومد که اون موقع کل در واقع منافع راهبردی و استراتژیک روسیه رو در ایران و منطقه خلیج فارس تهدید میکنه. با مسئله هسته‌ای شدن اینا هم بیشتر از خود امریکایی‌ها مخالفن، چون زیر پاشون نمیخوان یک کشور هسته‌ای ایجاد بشه. بنابراین راه چاره رو در این دیدن روس‌ها که بشن دلال محبت میان آقای ترامپ و جمهوری اسلامی. و چون میدونن جمهوری اسلامی هیچ راه دیگه‌ای بجز خود روس‌ها و ارباب پوتین نداره، میدونن که در نهایت اونها هستن که میتونن این گره رو باز بکنن. آقای ترامپ به هیچ عنوان نمیپذیره که مذاکرات پیش رو با واسطه صورت بگیره، به ویژه که این واسطه اروپایی‌ها باشه که این روس‌ها شکراب هست. همین امروز هم آقای ترامپ اشاره کرد که گفت این اروپایی‌ها هیچ وقت شرایطی که ایجاد کردن به نفع امریکا نبود. حالا تعبیرهای دیگه هم به کار برد که من دیگه کاری ندارم. بنابراین روز اول ترامپ گفته که آقا مذاکره مستقیم شرایط همین هست. آقای گروسی هم میگه که آقا این پرونده شما زیر بغل منه، میره شورای حکام. تو شورای حکام هم هیچی حل نخواهد شد تا شما مشکلتون رو با واشنگتن حل بکنید. بنابراین گزینه اروپایی هایی که جمهوری اسلامی به دنبالش بوده خیلی پررنگ نیست. نه خیلی جمهوری اسلامی دست پری داره در مقابل اروپایی ها، نه اروپایی ها دست پری در مقابل آقای ترامپ دارن. این وسط تنها گزینه پوتین هستش که پوتین میتونه در معاملات و بدبستون هایی که با ترامپ داره و انتظاری که ترامپ از آقای پوتین داره جمهوری اسلامی رو مهار بزنه سر پوزش و آرومش کنه و به یک شکل این معامله رو جوش بده. نمیدونیم آیا بشه یا نشه، نمیدونیم. حالا بعضی از دوستان نیام بگن شما بازم طول ما رو خالی کردید، نمیدونم فلان کردید. ما داریم مسائل رو تحلیل میکنیم. من دارم میگم سیاست روس‌ها، هدف روس‌ها این است که دلالی واسطه گری میان جمهوری اسلامی میکنن برای منافع خودشون و از اون طرف هم به قول معروف یک خودشیرینی پیش آقای ترامپ کرده باشن، بگن آقا ما این مشکل شما رو اینجا حل کردیم، مهار کردیم، این شهرخر خودمون، نوکر خودمون رو در اون قسمت در خاورمیانه فلان امتیاز یا در اوکراین به ویژه فلان امتیاز رو میخوایم. بنابراین ما آن چیزی که پیش روی خود داریم فعلا تنها راهی که در مورد امکان مذاکره وجود داره در شرایط فعلی، حالا اگر شرایط تغییر بکنه اتفاقات دیگه بیفته ما نمیدونیم، ولی در شرایط فعلی به نظر میرسه که گزینه جمهوری اسلامی، مسکو و امریکا سگانه مذاکره رو در آینده تشکیل بدن. جای اون 5+1 که جمهوری اسلامی خیلی بهش تمایل داشت با شراکت اروپایی ها.
مگر اینکه این وسط حالا فعل و انفعالاتی دیگه در شورای حکام اتفاق بیفته و تصمیماتی گرفته. افزون بر این که هنوز امریکا نماینده خودش در امور هسته‌ای و در امور آژانس مربوط به ایران رو تعیین نکرده. بنابراین زمستان بسیار دشوار جمهوری اسلامی با ماه اسفند، یا بهتر بگیم اسفند بسیار سخت، همین 3 تا 8 آغاز میشه. دور عملیش رو اگر بخوایم بگیم آغاز میشه با نشست شورای حکام، جایی که رافائل گروسی گزارش مفصل خودش رو در مورد جمهوری اسلامی ارائه میده. شورای حکام باید در مورد اون تصمیم بگیره. اما چون مسئله بعد سیاسی پیدا کرده و از ابعاد فنی خارج شده، قطع یقین همونطور که گروسی داره کد میده باید با واشنگتن حل بشه. هیچ راه دومی وجود نداره. از این طرف عرض کردم دلیلش چی است که جمهوری اسلامی با سرعت تمام داره اورانیوم غنی میکنه. شاید بسیاری از تحلیلگران چه داخل چه خارج، من میبینم این مقالات رسانه‌های خارجی رو نگاه میکنم، میبینم بعضیاشون معتقدن که جمهوری اسلامی احتمال داره اورانیوم غنی میکنه که به سمت ساخت بمب هسته‌ای بره. من فکر نمیکنم این اتفاق باشه، چون جمهوری اسلامی میدونه که در واقع شیشه مرگش رو تو دستش گرفته اگر بخواد به سمت ساخت سلاح هسته‌ای بره. حالا گفته میشه 2 هفته 4 هفته وقت دارن، ولی به نظر نمیرسه. اینها شاید 2 هفته تا اون ساخت اون در واقع کلاهکش زمان داشته باشن، 2 هفته 1 یا 2 ماه هر چیزی، ولی تستش، آزمایش کردنش زمان زیادی به نظرم میبره. البته من کارشناس نظامی نیستم، ولی نباید بلوف‌های جمهوری اسلامی رو هم خیلی جدی گرفت. بنابراین خود جمهوری اسلامی هم میدونه زمان نداره. تو این فاصله هرگز اسرائیل اجازه نخواهد داد که این تست و نمیدونم نصب و کلاهک و این کارا رو انجام بده. نه خود امریکا این رو اجازه خواهد داد. به شدت آقای ترامپ در این زمینه حساس است و اون گزینه نظامی که حتی مایل بهش نیست رو ممکنه بیاد مشارکت بکنه با اسرائیل. اما دلیل اینکه جمهوری اسلامی، اگه صحبت‌های اسلامی رو هم نگاه بکنید، این مسئول آژانس انرژی اتمی جمهوری اسلامی همین دیروز گفت که ما با سرعت در بوشهر داریم کار میکنیم. گزارش گروسی هم داره میگه که مثلا سانتریفیوژها، آبشارها در نطنز به 17-18 تا رسیده. 4-5 برابر فشار و فعالیت خودش رو جمهوری اسلامی توی این چند هفته اخیر زیاد کرده. به نظر من دلیلش این هستش که جمهوری اسلامی میدونه دیگه هیچ کارت بازی نداره. احتمال میده که بتونه با همون سبک و سیاق قدیمی که در برجام بازی کرد بازی بکنه، یعنی تکیه بکنه، حالا که نیروی نیابتی نداره، حالا که گزینه دیگه ای نداره، با غنیسازی اورانیوم و ترسوندن احتمالاً کشورهای اروپایی یا ترامپ به این که ما میتونیم سلاح هسته‌ای بسازیم، بتونه قدرت چانه‌زنی خودش رو با ترامپ بالا ببره و اون سطح فشار ترامپ رو یه مقداری بشکنه. یه امیدش فقط همینه که بگه آقا ما 275 کیلو 300 کیلو مثلا اورانیوم غنی شده در سطح 90% داریم. خب ارادهش هم اگر داشته باشیم، اراده سیاسیش برای ما کاری نداره. یه مقداری جو از بعد روانی تغییر بده، قدرت چانه زنی رو بالا بره. ولی گمان نمی کنم که چون این جسارتی رو جمهوری اسلامی و شهامتی رو داشته باشه در شرایط فعلی بخواد بره سراغ ساخت بمب هستی. بنابراین فعلا به نظر میرسه که این مسئله در واقع در شورای حکام ابتدا مطرح بشه، امریکا نماینده‌ش رو تعیین بکنه و بعد هم باید منتظر بمونیم دیدار آقای پوتین و آقای ترامپ و ببینیم اونجا چه اتفاقی خواهد افتاد. خلاصه کلام این هست که شرایط فعلا به این سمت داره پیش میره، ولی اینکه آیا این اتفاق بیفته، آیا واقعا این مذاکرات جوش بخوره یا نخوره، اون یه بحث هستش. کمبود زمان یه بحث هستش. پشت دست تمام شورای حکام مذاکرات پوتین ترامپ، مذاکرات احتمالی ترامپ جمهوری اسلامی با وساطت مسکو، اسرائیل نشسته. اسرائیل بدون استثنا بالاتر از زمان 4 ماهه یا 5 ماهه صبر نخواهد کرد که شورای حکام مثلا در ماه ژوئن چه تصمیمی بگیره یا آقای ترامپ چه تصمیمی. یعنی همه راهها بر جمهوری اسلامی بسته است.
به فاصله همین 7-10 روزی که باقی مانده به نظر میرسه که جمهوری اسلامی باید نقشه راهش رو تعیین بکنه. فرصت زیادی نیست چون پرونده داره میره شورای حکام و از آن طرف هم دست کم 3 تا 4 ماه دیگه میدونه اگر نتونه به مذاکره برسه حمله نظامی اسرائیل قطعی است. این اتفاقات در حالی داره میفته که در درون دیگ جوشان اعتراضات و اون بشکه بارود یا اون انبار بارود اعتراضات مردمی از تمام این مسائلی که عرض کردیم غیر قابل پیش بینی تره. ما میدونیم شورای حکام 3 تا 8 جلسه داره. حالا اگر تو این جلسه تصمیم به مکانیسم ماشه نگیره در جوان حتما این کار رو خواهد کرد. ما میدونیم آقای ترامپ نهایتاً 2 تا 3 ماه منتظر جمهوری اسلامی میمونه. ما میدونیم آقای نتانیاهو نهایتاً 3 ماه صبر میکنه. همه اینا رو میتونیم تا یه حدودی احتمال بدیم. اما اون دیگه جوشانه، اون بشکه بارود اعتراضات مردمی رو نمیدونیم. شاید اتفاق غیر منتظره تو هفته‌های آینده بهش رقم زد. شاید نه، آرام آرام این خشم انبوه مردم اونقدر فشرده بشه تا با تنگناهای اقتصادی که توی 2-3 ماه آینده به صورت تصاعدی بالا میره و همراه میشه با اون نارسایی‌های انرژی و کمبود آب و کمبود برق به یک باره این سر باز بکنه و ما شاهد یک اعتراضات بسیار گسترده سراسری در ایران باشیم که اساساً تمام این مظاهرات و نمیدونم رفت و آمدها و اینا رو همه رو تحت تاثیر قرار بده. این از این مسئله. اما راجع به برنامه دیروز یه 2 نکته بگم. عرض کنم خدمتتون، دیدم خب بسیاری از دوستان میدونم در این کانال میان انسان‌های خردمندی هستن، دوراندیش هستن، مسائل رو جدی دنبال میکنن. اینجا برای تفریح نمیان، اینجا میان به شکل یک در واقع نشست آکادمیک جدی سیاسی نگاه میکنن. اینجا ما نمیایم از رویاها حرف بزنیم، از نمیدونم آرزوهامون حرف بزنیم یا نمیدونم خبر زرد بدیم. بنابراین اغلب مخاطبانی، چه کسانی که حضور دارن به صورت حالا با کامنت، چه کسانی که برنامه رو دنبال میکنن، میدونم که انسان‌های بسیار بسیار فرهیخته و دانایی هستن، چه در نسل جوان چه در نسل به هر حال بزرگتر از ما که پیشکسوت ما هستن. اما در برنامه دیروز که خلاصه حرف من این بود که دوستان، ما یه نقدی به نام سرمایه اجتماعی مردم ایران داریم که آماده است، خشمگینه، تواناییش هم داره این رژیم رو زمین بزنه. ساختار رهبری داریم، سرمایه رهبری به نام شاهزاده رضا پهلوی داریم، برنامه داریم، هدفمندی این برنامه داریم، چه برای قبل چه برای و همه اینا رو که داریم. خلاصه حرف من این بود که چرا یک ملتی که این چنین سرمایه‌ای داره، این چنین توانایی داره، یه ملت صغیرم نیست، چرا باید بیاد خودش رو به نسیه‌های 6 ماه آینده گره بزنه که آیا آقای ترامپ حمله میکنه آیا نمیکنه. انبوهی از به هر حال آه و ناله های بعضی از دوستان رو من دیدم که واقعا بعضیاشون اگر باور کنید به من فوش میدادن، خیلی من شاید ناراحت نمیشدم تا این اندازه عرض به خدمتتون خودباوری یک ملت رو زیر سوال میبرن. از جمله یکی از دوستان نوشته بود که آقا توی دل منو شما خالی کردی، همش حرفای ناامید کننده زدی، نمیدونم شما داری حرف ناامید کننده میزنی، تو دل من رو خالی کردی. در جواب این دوست و احتمالاً این طیف از دوستان باید بگم که دوست عزیزم، شما با این که من گفتم مردم ایران توانا هستن، قدرت براندازی رو حتی بدون کمک یک نیروی خارجی دارن، شما رهبری دارید، باید به رهبری خودتون فکر کنید، به قدرت خودتون فکر کنید. از این تو دلت خالی شد؟ از این تو دلت خالی شد که من گفتم دل با آقای ترامپ نبندید. نگفتم آقای ترامپ آدم بدیه، گفتم آقای ترامپ اگر اومد همراهی کرد، آقای ترامپ ایکس ایگرگ آقای نتانیاهو، بارها در این برنامه عرض کردم، ما به اونها خیر مقدم میگیم. اما عرض من این بود، یعنی در گرفته از همون اهداف شاهزاده است که ما باید دستمون به زانوی خودمون بزنیم. پس اگر من گفتم که شما منتظر آقای ترامپ نشینید، شما یه فرد مؤمن به آقای ترامپ هم حتی نیستید که من تو دلتون رو با یه حرف نستم خالی بکنم. شما اگر به آقای ترامپ باور داشتی
که نباید با یه حرف من نوعی، اصلا فرض کن من مأمور هستم، من اومدم دل شما رو به قول خودت آشوب بکنم، خالی بکنم. شما اگه باور داری به یه شخصی با آقای ترامپ که نباید دلت خالی بشه. بعضی از دوستان گفتن که آقا ما نمیتونیم، دوستان عزیزم ما اومدیم بیرون، نمیدونم ما فلان. دوستان عزیزم بحث ما اینه که یک خیزش سراسری سیلاسا، یک خیزش میلیونی، اونم نه 10 میلیون منظور من باشه، یک خیزش میلیونی در ایران رخ بده. ما این خیزش میلیونی رو نداشتیم، بله تلفات دادیم، دیگه داشته باشیم قدرت براندازی این رژیم رو داریم دیگه. یکی دو مورد دیگه هم بود که مثلا گفته بودن که آقا اگر امریکا حمله بکنه اون موقع ملت بیرون میان. ما نمیگیم فقط حمله صفر. خب مگر اسرائیل حمله نکرد؟ مگر قبل از حمله اسرائیل بسیاری نمیگفتن اسرائیل بزن بعدش با ما؟ خب چرا نیومدن بیرون؟ بحث من این نیست. بعضی از دوستان میگن شما چرا مخالفید؟ ما کمک خارجی نباشه نمیتونیم. شما مخالفید. حتی یکی نوشته بود که آقا شما مأمورید فلانید. دوست عزیزم یه جوری میگی مخالف کمک خارجیم که انگار مثلا خارجی ها الان پشت مرز ایران صف کشیدن برای کمک. من بهنام امینی یا امثال منی که معتقد به نیروی مردم هستیم بهشون میگیم آقا نیایید. کو چه کسی اومده به ما کمک کنه در طول این 40 سال؟ ما که همیشه آغوشمون باز بوده، استقبال کردیم از کمک بدون پیش شرط، نه هر کمکی. الان هم با استقبال میکنیم از آقای ترامپ، از آقای نتانیاهو. ولی یه جوری میگید شما مخالفت میکنید انگار صف کشیدن، انگار جنگنده های اسرائیل هم تو هوان، جنگنده های آقای ترامپ هم تو هوان، من نوعی نمیذارم حمله بکنم. کو عزیزم؟ کدام کمک؟ اگر کمکی آمد همونطور که شاهزاده بارها گفتن با آغوش باز استقبال میکنیم. باز هم تو پرانتز میگم کمکی که در چارچوب کرامت شهروند ایرانی، ملت ایران باشه، کمکی که با حفظ منافع ملی ایران باشه، کمکی که آسیبی به تمامیت ارضی ایران نده، کمکی که بدون پیش شرط باشه. چه کسی اومده به ما کمک کرده که ما رد کردیم؟ ما 40 سال داد میزنیم دوست عزیز و حاصل این 40 سال داد زدن که دنیا به داد مردم ایران برسید، یه حکومتی داره این ملت رو تکه تکه میکنه، حاصلش این شده که به این نتیجه رسیدیم که کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد، سالها دل طلب جام جم از ما می کرد. و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. از اون زمانی که من ایران بودم نامه نوشتم به این حضرات که آقا به داد ما ملت ایران برسید، با این حکومت معامله نکنید. من رفتم بارها، نه من که عددی نیستم، در حد خودم فعالیتمو کردم. و شما اومدی میگی آقا شما مأمور جمهوری اسلامی هستید که مخالف کمک خارجی. کدوم خارجی اومده کمک بکنه؟ صف کشیدن آدرسشون به ما بده دوست عزیزم. یا شمایی که میگی آقا تو دل منو خالی کردی با این حرفا، چقدر حرفای ناامید کننده میزنی. اون تصویر پشت سر من رو میبینی؟ الان تصویرشو بزرگ میکنم اینجا ببینید. اون جوانی که اونجا ایستاده و فتح تهران و انقلاب مشروطه رو رقم زده هنوز سیبیلش در نیامده، یعنی هنوز 16 سالش هم نیست. این رئیس علی دلواری چند سالش بوده؟ اصلا چرا من برم توی تاریخ؟ حمید رضای رهنورد 23 سالش بوده، با اون صلابت ایستاده. نیکای شاکرمی چند سالش؟ من نمیدونم جناب عالی چند سالته که با یه حرف من توی دلت ریخت. عزیزم دلتو نگه دار. اینجا کانال کلینیک تراپی نیست. اینجا جاییه که ما حقیقت ها رو میگیم، اگر تلخ باشه، اگه جونش رو نداری عزیزم کلینیک تراپی نیست که بیای اینجا ما اینجا شما رو دوپینگ بزنیم حالت خوب بشه و رویا ببر. کجا ما گفتیم؟ خود منی که رفتم با آقای ترامپ رأی دادم به خاطر این که میدونم سیاست فشار حد اکثری به نفع ماست.
این سیاست حداکثری باید به این رژیم وارد بشه، پا روی گلوش گذاشته بشه. اما میدونم ممکنه پاشو برداره. بنابراین من ایرانی نباید قمار بکنم. حرفم اینه زمانی که این فشار حداکثری به سرحد خودش رسید و این رژیم در اوج ناتوانی رسید، حرف من اینه ملت کار آخر رو انجام بدید. به کسی هم توصیه نکردم در این 1 سال که آقا بیاید بیرون. حتی دوستانی به من گفتن آقا شما فراخوان بدید. گفتم من چه کسی هستم که دوستانی که میگن آقا شمایی که در خارج خودت نشستی در جای آرام میخوای ما رو به کشتن بدی؟ من کی؟ بیایید 10 بار دوستان از من خواستن که آقا بیایید کار کنید، سازماندهی کنید و من نه در این جایگاه هستم نه به خودم اجازه میدم. روح ملت ایران، خرد جمعی ملت ایران خودش میدونه که چه موقع کنش انجام بده. بحث من این بود که اجازه ندید عده‌ای با رویا فروشی شما رو به سمت انفعال ببرن. نه تعیین تکلیف کردم، نه گفتم کمک خارجی رو نمیپذیریم، نه گفتم آقا ما اگر آقای ترامپ بیاد کمک بکنه نمیپذیریم. همه اینا رو عرض کردم بارها و بارها اگر شما نشنیدید. یکی از همین دوستان، حالا شاید خودش نمیدونه، این اپ یوتیوب یک در واقع قابلیتی رو داره که نشون میده که چه کسی قبلا کامنت گذاشته. همین دوست عزیزی که میگه دل من رو خالی کردی 4 ماه پیش برای من کامنت گذاشته بوده که همه حرفایی که میزنی تا نگی جاویدشاه من تو رو باور ندارم. خب دوست عزیز تو از کجا به باور رسیدی که حالا اومدی از من انتظار داری دلتو خالی نکنم؟ تویی که 4 ماه پیش به من گفتی تا نگی جاویدشاه یعنی مأموری دیگه. از کجا مطمئن شدی من مأمور نیستم که حالا آمدی که ما هم مبارزه کردیم از این مچی که شکسته و هرگز جوش نخوره تا این قفسه سینه که 2 سانت به قول خودمون چلیده پایینه، تا این سری که باتون ما هم جای خوش ننشستیم. دوست عزیزم با این وجود تا جایی که تونستیم مبارزه کردیم، ولی هرگز به خودم نه اجازه دادم نه اجازه خواهم داد که از کسی بخوام که بیاد. خرد جمعی مردم ایران بیدار هست و خودش میدونه چه موقع اقدام بکنه و خب منم همه رو نمیتونم راضی بکنم. اگر مسائل خاورمیانه رو تحلیل میکنیم یه عده‌ای میان میگن تا کی میخواید مسائل خاورمیانه رو تحلیل کنید؟ چرا در مورد براندازی صحبت نمی‌کنید؟ اگر در مورد براندازی و قدرت مردم صحبت میکنیم یه عده‌ای میگن دل ما رو خالی کردید. آن چیزی که من عرض کردم تمام در چارچوب راهبرد و سیاست شاهزاده است. شما هرگز به این فکر کردید که چرا شاهزاده گفتن اجازه ندید سرنوشت شما در راهروهای کشورهای دیگه رقم بخوره؟ شما هرگز به این فکر کردید که چرا شاهزاده بارها گفتم به ویژه این روزها دارن این جمله پادشاه فقید رو تکرار میکنن که قدرت من ناشی از قدرت شماست؟ کدوم یکی از شما که با یک قوره به قول معروف سریتون میشه، با یک مویز گرمیتون متوجه شدید که شاهزاده چه چیزی رو میگه وقتی میگه قدرت من ناشی از قدرت شماست؟ یعنی پشت پرده جریان‌ها و محافل دیپلماسی کارهای دیگه میکنن. شما باید قدرت خودتون رو در میدان نشان بدید و اون قدرت رو به من تفویض بکنید تا من بتونم در میدان خارجی صحنه روابط بین الملل قدرتمندانه عمل بکنم و بتونم تأثیر بذارم بر این سیاست ها. و اون برنامه دیروز هم به یادگار میمونه دوستان عزیزم. و بازم عرض میکنم اگر پوزش میخوام اگر دل شما خالی شد، این کانال خردورزی است، کارگاه اندیشه و سیاسی است و دوستانی که از اینجا هستن، حالا اسم نمیخوام ببرم، من دوستانی هستن جوان هستن، بعضی وقتا بحثایی رو میکنن که اینقدر در بحث اینها عمق هست که خود من از اونها یاد میگیرم و چه دوستانی که پیشکسوت هستن ممکنه یک کامنت هم نگذارن ولی صاحب نظرن، دارای خرد هستن. بنابراین کانال عرض کردم کلینیک تراپی نیست که ما حقیقت‌های تلخ رو باید بپذیریم. ما تو میدان جنگ هستیم.
اینی که من گفتم آقا ما به قدرت خودمون باید باور داشته باشیم طبیعی است. من انسان میهم پرستم، من به قدرت تاریخ کشورم، به قدرت ملتم و به قدرت تمدن کشورم همیشه باور دارم، حدم قائل نمیشم براش. تاریخ رو بخونید. روزگاری دوستی نوشته بود دوره مغول ها رو مثال زده، حالا من دوره مشروطه رو مثال زدم، نمیخوام بگم شرایط کنونی قابل مقایسه با اون دوره است، ولی بالاخره برای بودن این سرزمین همیشه تلاش ها و ورای این ترس ها و دلخالی شدن ها انجام شده. رئیس علی دلباری هم دلبر شیرین بانویی داشت در خانه، بچه‌ای داشت با پوسبر. من نمیگم حالا روزگار پوسبر به دست گرفتنه، نه، ولی روزگار این هم نیست که بگیم آقا اگه 6 ماه دیگه مثلا آقای ترامپ با جمهوری اسلامی به مذاکره رفت و رسید، آیا بگیم مبارزه تعطیل شد تمام شد بریم خونمون؟ خیر، رسید که رسید. بارها عرض کردم اصالت مبارزه رو ما از آقای ترامپ یا از فشار حداکثری آقای ترامپ نمیگیریم. مثلا رفتم مذاکره، بارها دوستان اینجا گفتن آقا امین اگه مذاکره کردن چه بکنیم؟ گفتم مبارزه ادامه داره. پس شما اون روز میخوای چیکار کنی؟ اگه امروز با حرف من دلت خالی میشه، اون روز میخواید بگذاریم بر روی کاری نکنیم اون طیفی که باور و خود باوری ملی رو دارن برن حاشیه نشین بشن. تزریق نکنید بی‌اعتمادی رو به مردم بگید که شما قوی هستید. این گفتن این که شما قوی هستید، نه اینکه برو خودتو بنداز جلوی توپ و گلوله، نه، ولی بهش بگو که تو قوی هستی، بهش یادآوری کن که تو قوی هستی. من نگفتم کسی بره تو خیابون خودشو بندازه. دوستی نوشته 2 خانومو در یاسوج گرفتن، تو خودت ناموست تو این شرایط. اونی که رفته این کارو کرده به این خود باوری رسیده. شما وکیل مدافع اون نباشید لطفا. من اون خانم رو هم میشناسم، راجبش هم صحبت کردیم. شما وکیل مدافع مجید رضا رهنورد و دیگران نباشید. من هم هرگز جسارت نکردم که بگم برید مثلا در خیابان. عرض کردم ما باید به خود باوری داشته باشیم. این ایده من بوده در طول این 27 سال و نظر ممکنم هست اشتباه باشه. ضمن اینکه هیچ کشور خارجی هم عرض کردم صف نکشیده بیاد. هر وقت اومدن ما هم میگیم دست شما در نکنه که میخواید به ملت ایران کمک کنید. با گرمی بارها تو این برنامه عرض کردم ما ملت قدر شناسی هستیم. هر کس امروز به ما کمک بکنه در تاریخ ما قدر شناسی یک اصلا مفهوم هست. تا ابد در تاریخ ما این قدر شناسی باقی خواهد. بر روی درود به ملت بزرگ ایران، درود به همه کسانی که برای ایران کوشش میکنن، زن و مرد، دختر و پسر و همه پیشکسوت ها و جوان ها، همه و فر ایران را میستاییم.